وفا خوش آمدید، نور دیده تاج سر خوش آمدید، محسن نوری زیا خوش آمدید، بر تلاشی انبیا خوش آمدید. السلام علیکم، سلام و درودی معرف‌پذیر باشید همه مخلصان، هواداران و البته آن نفرانی که برنامه یک پیاله چای را خیلی منتظر بودند. عزیزان دل دیده، فرصت را غنیمت دانسته ما در طرف خانه کارگاه سنگ‌های آرایشی الگانت حضور داریم. باید بگم که عزیزان امروز من خواستم برای شمایان عزیز تنها لطیفه گفته باشیم. اینک با دقت باشید، هر یک نفری که این ساعت به کانال پیکسوس بیپیوست البته خوب میدوند که کانال ما را معرفی نمایید، شرح نویسید و البته لایک را پخش کنید. عزیزان با ما باشید و طبع نازک خویش را خوش نمایید. عزیزان این برنامه یک پیاله چای. انا چای ما هم تیار شد دوستان. راستی من وقتی که با سروری همین کارگاه عبداحد مومینوف خواهش کردم که من گفتم یک در همین طرف خانه شما ما با نوار باید بگیریم و این مردک یک گپی زور گفت و گفت که تمام حاصلات پختگی هستند برادر، این فصل تیرما هست و ما نیز البته با گفته های علمی یک شخصی که به نهایت نهال دوست است و چی گویم یک میوه و سبزیجات دوست می‌دارد، ما گفتیم برای چی نه، برای روی میزبان همین میوه‌جات و علاوه گذاشته من همین کدوی هم اکنون رمزی یک چی گویم تیرما رمزی حاصل ده. با بعضیاتون فکر نکنید که سه تا کدو اینجا دو تا کدو رفقا، اینجا دو تا کدو. خلاص ما آغاز میکنیم لطیفه اولین در طرفخانه الگانت. خلاص یک روز با اتاق کاری دکانی دانشگاه یک زنی در رو زده در آمده است، پیرزن. بچه‌م سلام علیکم، اینجا با کلان شما میگفتم اونها دکانم کلان نه، من دکان خواجان تینجی میگفتم اونها و چوب طلبه های شما باغ سیبی من بدارم ده سیب میدوزد گفتاز دکانم خواجان بار شنید شما اینجا بی جان حاضر من میفهمم. اولش اینکه اینجا به دانشجو هستن و لیکن باغ شما با درآمده سیب دوزیدن این ممکن کاری ابیتورینتا باشد. گفتم اونها پیرزنم گپی زور زده است. نه ایزی پاشا دیدم من آدم بود. گابزنانی دو نفر زن در ایستگاه. یتش بتاست که دوگانه جان من نمیدونم چه کنم، سرم گرنگ. چه سرت گرنگ؟ تینجی میگه که شوهرم میدونی که 6 سال پیش رسیه برفتم اونجا به جای منزل کردن همش نقش شرایطشون نقش شده است. دو تا بچه‌ام گرفته بیا گفساسیان. نقش کو دو تا بچه‌تون گرفته راه گفت و مانند سیته یو. انا این لطیفه برای مردهایی که کم آیین باز هستند، یعنی که زنک باز، برای هموها. یک مرد خانه یارش میبیاد صحبت چق همش ناز خوشرو ساعت هم استه 11 به کار کرده است در تق میشد. زنش هم داداش آمدن اینو پگا آمدنشون نکبود امروز آمدن گفته مونات مردکم پای سوخته کتش خبده شیم خبده غاسی بالکن پاتفت آویزون شده است تو هم تو آویزون شده است ترس زور کو ترس آویزون شده است. خلاص پگاه میشد سحری شود یتی دیگه مردک پیدا شده است. اکا پاچکتون نگرید من همجا رفته گیرم روی باندی همون تگی دام بود است. این فکر است که یه تاج بلند توبه. ساعت یکی شبو یک مرد خانهش بامده است. بعد یکون نوشیدن رفیقاش کتی خانهش بیاد زنش هم تازه بیاد گفته است آنی زارش نشون میتیم تیار شده است. هم تو بیاد گفت کجا بودید؟ گفت قبرستان نبودم. این کی مرد کی؟ گفت باور نمیکنی اونجا همه مردگی زنن. استاد من همینجا خورم. یک چایخانه به یک 15 نفر گپ میخوردین. آش آوردگی تمام 14 کس آش همین گرفت شدن یک کس آش نخورد شده است. این طرف انگوشم آشنا چواش نخورد سوسی گفته من حیات گفساسیامده چینجی من حیات گفساسیم همین من حیران حقیقتا زنکا دیوار نباشد اون طرف میدی دست گفته من چوری گفساسی گفت من حاضر وقتی زیروکی آشامده گفت
بیرون ببرم یک خانه به تلفن کنم به وقت میرم گفته بیرون ببرم تلفن کنم گفتم تلفنم زریدش تمام شده است همون آشپز تلفنش گرفته خانه به تلفن کنم من تلفن زنم با یک باریش من حالی گام نزد وای زنی من ها قوچقوری گرسنه من گفته وای من نه کجا شناخت اینک بیگاه هم میخواد تیرما فصل زیبایی سال تیرما بیگاه در یک خانه مردی بعدی خوراکی شما خوردم دستشان اتویات که یک گازمال سیاد کنم گفته که شده اشتسو زنش آمده است این بالی سرش بشده مردک چشمانی من رنگی اقیانوسی آرام با اینه گفته مراد مردکم مویه هایم ابریشمی قرمزی با اینه مردکم گردنی آهوی جنتی با اینا گفته استاد خود با خود زنکه گپ ببینید راستا شما من تعریف کردن نغز میبینید شما زنی با فرزندی که در مکتب اعلاخوان ها میخونده است پسرچه دستش قپیده مغازه سر لباس زنانه با آمده است یک تا پالتو از پشتی پلنگ شدگی همونه گرفته پوشیده من به زیبیدم گفته خوشبوشش ند بچه‌ش کو اعلاخوان کو همه چیز میدوند کو بوان جان این پالتوی شما سری یک تا حیوان خوردگی گفته من دگر زنک چی گفته است خب درباره دادا شدن خیلی گام نمیزند شب سالی نو زن و شوهر نشستگی فرزندا همش خانی بیشو باباش برفتگی انا زنک با ارکگی کنان مردک سالی نو چی توفه میکردگی باشید گفتم مراد مردک هم آوای طرف خودم گفتم مراد ها امسال سالی میمونه توری خلاصی گم کشتی غرق می شود نصفی آدم وای طرف نصفی آدم این طرف خلاص بعضی فافتیدگی جزیره آدم خور به فرامدگی بعضیش هم خیل سهر کتی شاهی آدم خورا پسرچش کتی سکین نظر گذارونی به ها خدا بشکر کشتی غرق شدم پسرم ها نگاه کن من این فربیه که من احساس کنم این خدا اگر خواهد صبحانه به میخوریم نانوشته بفهمو انا اینشه بین اینشه انا اینشه خوراکی نصف روزی به میخوریم همه گفته رفسادیانو پسرچش یک دختری که همه بزیبترینی همون کشتیه همونجا با افتیدگی بود همونه دیده مونده دادا انا این خوراکی شام به میخوریم گفتم اونا وای هم تو شاهی آدم خوره هم اومدن دیدم نه بچه‌ام اینا خانه میبریم اوچت شب میخوریم معلمه فن جغرافیا یک طلبه مادرش به تلفن کرد السلام شما مادری بحریدین می سلام علیکم گوش کنید میبخشید معلمه من شما معلمه میگویم شما مادری بحریدین ها گوش کنید این بچه‌تون عموما جغرافیا و مغزش نی اینه ببینید که موضوع پرسم که پایتخت فدراسیون روسیه کجا گم نمیدونم میگه گفتم من وای مادری بچه هم چی گفته است این روسیه به کار نمیره همین جهان میگرده تا سی موندن گریدی چی دونه بنابراین من گفتنی هستم که دوستان عزیز و ارجمند هر نفری که امروز در فدراسیون روسیه کار میکند و البته از عهده کار میبراید و کمی باشد هم قوطی لایمود برای اویلش از همونجا مییابد قنش زند باور کنید در درگاه مسافری کار کرده باز کارت معقول کننده پولی ویا گرفتن باور کنید خیلی دشوار است عزیزان بنابراین با همه اون نفرانی که اینجا در تاجیکستان ایستاده میگویند که روسیه و میریم پول گرفته میبینیم نه آسان نیست دوستان آسان نیست هم تو می اینک تصور میکنیم در یک انمیخل طرفخانه جشن کارمندان ساختار خاموشکنی رفته ایستاده است آدم بسیار دستورخوان کردگی یک طرف با حافظ خان شده است یک بار همه آرام شده است برنده همون بزمم دوستان عزیز رشته سخن تبریکاتی به نماینده کمیته وتران‌های کارخانه ما با امکی عزیز و ارجمند ما
میرکریم داده می شود. گفتم وایایم دندانش یکی نگردنی پیاله گفته شرق کرده مامدینو برونده. السلام علیکم. من میخواهم که خانوداری همه تیج باشد و همین کارخانی ما پیر دختر با این باشد. همه حیران. پیر دختر چون این خیلی گفتاسی آدم عقلش خورده است میگفته. پیر دختر با این باشد گفتگیم با ایقا همه چشمات دویده نبراد. یعنی که همیشه تیار باشد و یگان کس به ضرور نشود. همین مادرای عزیز و ارجمند، مادرایی که نفقه و هستیان خرکی کوچه میشنن کو الهی صد بدرانو یک دیالوگ گفتگوی بین همی ها کرامت بانو لبای همین مونیسه هم شو کرمی تمانات این مونیسی بولانگی می شو کار وای چخیل شو کار من بی خبر حتی خواب بودگی دیگه گوش کو من تو بفهمونم تو با اول حتی مردی کار برسید خانه شیفتاش غلطانده از دیگه کرد ثانی یک الکتریک برسید سیمای سیویت گذرانده گرفت ثانی یک ملیار برسید همه جای کراسکه کننده گرفت حاضر همون رنگ و بویاخشی کتی می فتماند نیه سوارشیک برسیدگی حاضر ممکن دروازه آهنین کند یک نفر دوستانی عزیز انمی تیرماه ما اصلا کوچه رفته ایستادگر سگ گزیده است سگ میگزد اینا میشد که این کارم سگ گزیده خلصیگه سگ گزد راست خانش با آمده سگ قپیده گرفته آمده سو بسته مانتان یک 10 روز نگاه کنتان این با گفته سو خانش به درامده برفته است خوراکی نیست شام به نمیه برد سرچشم درامده روید که یک ورقی کلام بر روی خط کراست تا اکرم جان عمرزاقف اکرم جان عمرزاقف تا بازاربای سیفیدین افته نوشتهش است پسرشم دادا این روی خطی چیه افته من دیگر بچه‌ام خوش نشه افته بودم خوش میشیده من این سگ گزید منه بناگو بین این 10 روز به این مرده ماند من که های میگزدگی های روی خط کراسیم بچه‌ام زمانه بگردم زمانه بجا نصف شب در یک نفر تق شده است آدم هم پشت در بامده که گفتم منات درک شوید یک ابزانان کرنده کار گفتم منات پشت در اینا میسوده چند کش شما گفت ما دو کس گفت هی یادگیریاتون که گاز دان گفتم نمیشه به بلوای مه دوستا برای آن نفرانی که خودشون تنها حس میکنن راستی گپ یا لطیفه میگم یک آدمی هم خیلی تنها بوده است لیکن حاضر خرسند گشته است یعنی سببش پرسیدم اکا جان چوش ما خرسند آخم خودتون تنها کو من تنها نیو کو پیش اهمی کرانتین و کرونا ویروس بانک $60,000 گرفتگی بودم هر روز تلفن کرد سلامتی ما میپرسن اپایم میشن دستتون صابون که شوید میگن اپای من تنها نیم اینک حبسخانه یک زن برای دیداربینی شوهرش آمده است پنجره و طرفی پنجره شوهرش این طرفانه خودش داداش اینجا ها چه خیلی کو گفتم مرد کم پروا نکره اینجا چیسته خانه با این گوه کوچه به درست نمبرایی خوراکاش هم بیمزه چه استه خانه خدا ما بایی تیرماه زن و شوهر به مغازه تکنیکای روزگار تکنیک خرید آمدیان و چند کشک پرسیدن چند کشک هم از دولتی خارجی بود است قیمت‌تر سالی مردک چی گفته است زمک همین پول به همین پلیساس خریده چند کشک خریده نشینیم و یک کلینچه که کار بگیریم سال خوش روشه تازه کنه گردد معاش ما این کار پولش دادن گیریم ده گفتم زنش هم سال قبل زور بود است مایلش جای چند کشک به کلینچک گیریم مایلش نباشد خانی در اون و جای کاندیشنر به یکم مردکی سال نفسش تازه هم گیریم و هم اولی کشتیم پوف کره استاد خونه یا دو نفر در چایخانه نشستگی صحبت کردند و موضوع درباره زنها شده است. یکیش چی گفته است؟
همین خانه بیام زنک سر میکند دی آشنا روغن نیست گوش نیست کنیوای بیار این بیار بعضی خودم به خودم میگم که همین روش به بانکی دلار که زنم خودش به نبیاد میگم و کیسم به دستم تیخه هم تو تنگه گرفتی من میگم با گم نشود قرآنم همینه چای یک بابای دستی نبیرش قبیده یا بازار برویم بازاری بیدانه بگفته است یک پلیخ گوش کرمی بیم گفته دستش قبیده کنچان رفته استان بابا نگاه کند که راهبری سینیف همین نبیرش هم دیگه نبیرش امروز مکتب رفتگی نیکو باباش هم نوسا پاش بچم رو شب راهبری سینیفات هم سوچی امروز مکتب رفتگی نیکو گفته ماند نبیرشونم شما رو شوید بابا چوه گفت من امروز نرفتگیم سببش من بابا مرد گفتگی بابا آری پرور غیاسیدین وقتی که یک بار نگاه کرد چشمشان زنشان بفرمده سو زنشان روی مول نو کرتی نو روحاشان ورمیش دیده انیق فهمیده است که پریسیپانگی پول زنشان یافتگی هم با دوستانی عزیز پول رسمی میکنگی ها باشنگر احتیاج شوید تو مییابد برو بیر این برنامه یک پیاله چای است تقدیم از کانال پایک سوخت عزیزان با ما باشید ما رو همراهی کنید شرح گذارید و البته لایک رو پخش کنید برای آن نفرانی که تا حال از بودن این برنامه ما خبر ندارند برنامه ما رو معرفی کرده مانید سر ما به آسمان میرسد با ما باشید